ارائه خدمات صحی رایگان برای بازگشت کنندگان و نیازمندان در جوزجان توسط یک متخصص زن. در حالی که کمبود خدمات صحی در بسیاری از مناطق افغانستان هنوز یکی از چالش‌های جدی شمرده می شود، دکتر ثریا قیومی، متخصص نسایی و ولادی در ولایت جوزجان، با روحیه سرشار از انسان دوستی به گونه داوطلبانه به ارائه خدمات رایگان برای زنان نیازمند و خانواده‌های بازگشت کننده از کشورهای همسایه می پردازد. این متخصصی با بیش از 25 سال تجربه در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان، مصروف خدمت رسانی به مردم می باشد. وی می گوید در راستای مسئولیت انسانی و اجتماعی خود به صورت روزانه از ساعت 2 تا 6 عصر بیماران بی‌وضاحت به ویژه زنان و کودکان را به گونه رایگان معاینه می کند و در صورت نیاز عملیات‌های لازم را نیز بدون دریافت هزینه انجام می‌دهد. هموطنان ما را ریپورت اجباریشان از طریق رسانه‌ها خبر شدند که به وضعیت بسیار رقتبار به وطن برگشتند بدون هیچ امکاناتی. خواستم یک کمکی برشان کرده باشم که بالاتر از امکانات نداشتم و از طریق خدمات صحی خواستم برشان خدمات رایگان عرضه بکنم.